با شرکت کلیه هنرمندان کمدی کشور، مرخصی اجباری. مرخصی اجباری، این عنوان یکی از جدیدترین آثار سینمای فارسی است که موجی از نشاط و شادمانی تمام صحنه‌هایش را فرا گرفته است. میگم سوختم بلم میگم ما تقصیری نداریم، اون غافلگیرمون کرد. تو فقط بلدی حرف بزنی. اینی که راست میگه. تو هم همینطور. آقای رئیس 2 نفر از بی‌وقارترین کارمنداشو زورکی به مرخصی میفرسته. با یک اردنگ این مرخصی شروع میشه و آنها سوار بر قراضه ترین ابوطیاره دنیا خنده آورترین ماجراهای کمدی رو به وجود میارن. صداها چی بود؟ صدا نه. حقی تو چیزی شنیدی؟ نه من که صدایی نشیدم. من که شنیدم. حتما خیال برای داشتی. آتیش میخوای؟ ممکنه. بیا. ممنونم. قربونت مرمت زیاده میخوای. بایستو اینا. چیه؟ کی دست شما رو واکن؟ دست ما رو؟ خودمون. تو بیا تا به پناه تو دستی بگریزم، به پناه تو دستی سوی مستی بگریزم. ساقیا مشتری دائم میخانه منم. من الان میام. کجا داری میری؟ میام. عمی جون آقایون از مشتریای کاباره هستن، از صدای من خوششون اومده اومدن منو تشویق بله کنن. درسته، اتفاقا همینطوره. خود ما اهل فن هستیم. معرفی میکنم آقای ناصر فداکار، خواننده مشهور و معروف که در این فن خیلی برید بیرون. اختیار دارید اجازه گفتم برید بیرون، کمتر دروغ بگی. عشق، عروسی، رقابت، جدال، رمز، دلبری، پرخوری و پنچری در مرخصی اجباری با شرکت پوری بنایی، نادره، سارمی، ظهوری، کریمی، قدکچیان، سپهرنیا، پیشوایان، چهرازاد، عبدالله محمدی، مقبلی، سمیرا و با هنرمندی همایون در بهترین و شیرینترین نقش سینماییش. مرخصی اجباری شاید این کمدی ترین فیلمی باشد که در سراسر زندگی خود دیدید. خنده شما را به هیجان میکشد. محصول ممتاز استودیو مهرگان. مرخصی اجباری به کارگردانی رضا کریمی به زودی در این سینما.
تشریف آوردن. این 20 دقیقه رو چجوری میخوای جبران کنیم؟ معذرت میخوام قربان. کلمه معذرت نمیتونه دیر کرده برنامه منو جبران کنه. تو باید هر چه زودتر تنبیه بشی. سعی میکنم دیگه تکرار نشه. من با آدمای تنبل احتیاجی ندارم. تو باعث شدی کاری رو که باید 20 دقیقه پیش شروع میشد به تأخیر بیفته. این گناه رو نمیتونم ندیده بگیرم. وظایف خودشونو میدونن؟ قبلا برای همه توضیح داده شده قربان. حرکت میکنیم. دقیقه به ساعت 11 مونده. باید نقشه درست سر ساعت 11 اجرا بشه. همه چیز حاضره. منتظر دستور شما هستیم. مرکز برق کاباره در محل مشکلی نصب شده. تو حاضری؟ بله. وظیفتو میدونی؟ بله قربان. مطمئن باشید تمام کارا حساب شده است. شروع میکنیم. شما برید تو راه رو منتظر بمونید. اطلاع. بفرمایید. فرمایشی دارید خانم؟ معذرت میخوام. چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ لطفاً این چه که تضمین شده رو برام خورد کنید. لطف کنید. لطفاً یه دفعه شما بشمارید. خواهش میکنم. اشکالی نداره.
رئیس باند سیاه 1,200,000 تومان دیشب از کاباره ایفل سرقت کرد. به تمام مامورین انتظامی دستور داده شده است به مجرد دیدن رئیس باند سیاه به طرف او تیراندازی کنند. بفرمایید. چه خبر؟ خیلی متاسفم قربان. تا این لحظه به نتیجه نرسیدیم. اقدامات ادامه داره. البته مامورین هنوز موفق نشدن اثری از باند سیاه و رئیس مرموزش به دست بیارن، ولی امیدوارن در ظرف همین هفته رد پای اونا رو پیدا کنن. عجیبه. این رئیس باند سیاه باید آدم زیرک و باهوشی باشه. حتی تعیین جایزه برای دستگیری رئیس باند سیاه نتونسته کاری از پیش ببره؟ متاسفانه خیر. باید برای دستگیری و اقدامات وسیع‌تری رو شروع کرد. مثل اینکه این آقای خطرناک نمیخواد به این سادگی ها تسلیم بشه. بالاها رو بیشتر پوش بده و سعی کن هرچی پایین تر میای به نسبت حلقه های بیشتری داشته باشی. بغلا رو چی؟ به همین شکلی که هست بسیار. خوبه. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر مریم. اوضاع احوال در چه حاله؟ هیچی، مثل همیشه آرایشگاه داره میچرخه. خب از دیشب چه خبر؟ نقشه به نتیجه رسید، ولی نزدیک بود پلیس با همون در بیاد. برای تو که ساده است. هیچ هم ساده نیست. فعلا پلیس برای من اقدامات شدیدی شروع کرده و حتی برای شناختن من جایزه‌ای تعیین کرده. این طرف ناصاف بود. اگه ممکنه اینجا سرامده خود تاپ بذاریم. بذاریم من مال منم. بچه ها اومدن؟ آره خیلی وقت موندن. باید ترتیبی بدیم که چند روزی تماس افراد با من قطع بشه. تا وقتی که آوا از آسیاب نیفته نمیشه نقشه دیگه ای رو شروع کرد. برو سر کارت. بالاخره سلام قربان. از دیدنتون خوشحالم. از کار دیشب همتون راضی هستم، ولی باید به اطلاعتون برسونم که وضع غیر عادی شده. پلیس در جستجوی باند سیاه سخت تلاش میکنه. معذرت میخوام قربان. به طوری که در شهر شایع شده برای پیدا کردن شخص شما 100,000 تومان جایزه تعیین کرد. و حتی پلیس تمام اماکن مشکوک رو بازرسی میکنه. این حرفا شایعه نیست، بلکه حقیقته. و اما وضع شما چیه؟ همگی شما تا یک هفته تماستون رو با من قطع میکنین. به این ترتیب پلیس نمیتونه به ما مسنون بشه و ما رو به دام بندازه. خب از این ساعت به بعد ما از هم جدا میشیم تا اطلاع بعدی. میتونید برید. بچه این روزا باز خیلی احتیاط کرد. آره. پلیس همه جا رو دنبال رئیس زیر و رو کرده. تو این چند روز از رئیس هیچ خبر نداریم. نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده. خاطرتون جمع باشه. رئیس از اوناش نیست که به دام بیفته. بچه ها اینجا رو خیلی عجیب. راستی که عجیبه.
رئیس آدم خیلی زرنگیه. خودش به این ریخ در آورده که پلیس نتونه پیداش کنه. باز خودمونو بهش برسونیم. شاید به وجود ما احتیاج داشته باشه. به پا گمش نکنی، تعقیبش کن. داشت اسمان حقت برسه. بیا اینا موزه این برجه. حق بده ولی چند. صبح تو با همایون زهرا بالا خیابون عصرا میرم تو بازار شبا توی لانزا میگم آی مردم روغنی هشی آی مردم را بیام میخونه وقتی شنگول میشم دیوونه ای خدا کار من حرکت حق میده برکت کار من حرکت حق میده برکت منو به میگن افطوری بیغم صبح و کل سر کار میرم سه جو قسط که میدم از گاراژ یه کمی گیریس میخرم صبح تا شو این دکون اون دکون کرکره روغن میزنم چند روزه بساتم تقلقه اما روزی ما به دست حقه یاهو تو با همایون زهرا بالا خیابون عصرا میرم تو بازار شبا توی لانزار میگم آی مردم روغنی نشیم با مردم روغنی نشیم آی مردم گفتم کسی شل کن سف کن یه شل کن سف کن عجب روون شو همچی روون شده این راحت الحلقوم تبریزی حالا این دهنه آقا شل کن و سف کنم ما که از جریان سر در نمیاریم خودش نذاریم شل کن و سف کنم آره شایی در یه رای دیگه چه قیافه‌ای در آورده ببینم کسی پونی؟ حلقی زحمت کشیدی؟ نیست کسی؟ خیلی خوب بریم پرده بیام رئیس بیا رئیس زودتر آقای رئیس با شماییم قربان با منی؟ بله قربان با شما بیا با منی؟ آقای رئیس با شما کار دارم آقای رئیس بیاین آقای رئیس بریم بابا رئیس جان برای شما خوب نیست قربان بابا رئیس خوشی واسه آقای رئیس با شما هستیم بیا بیاین دیگه شماها با منی؟ بله با شما هستیم برید یک کار بچه‌ها همه تو میدونین که رئیس گاهی وقتا حالش بد میشه و هزیون میگه فکر میکنم حالا هم به اون حال دوچار شده باز نجاتش داد و الا گیر پلیس میافتیم و کلک هممون کنده است بریم یه کاری بکنیم کجا داری میان؟ آقا بیان چند نفر بیان یه نفر بیان چرا ببینم آقای رئیس جانم دست خوش با ما شوخیتون گرفته حتما میخواین ما رو امتحان کنید ببینم آقایونا از من خرتر گیر نیاوردین دستش بندازین راستی که شما رول خودتون رو خوب بازی میکنین حتی نزدیک بود ما رو هم به اشتباه بندازین رئیس ما در خدمت شما هستیم واقعا شما به تمام معنی رئیس لایق هستید بله یعنی که آروم باشید رئیس ما با شما کاری نداریم تو خیابون قدم دادن به صلاح شما نیم البته خواهید بخشید که ما اظهار نظر میکنیم ولی حرفای ما به صلاح شما بله باور کنیم ما منظوری نداریم شما رو نجات بدیم تمام خیابونا زیر نظر گرفته شده برای چی؟ جون شما در خطره یا شما دیمونشونین یا من مخم گلی پاش کرده یالا بزنین بچه نه خیر وضع روحیش خیلی بده داره هزیون میگه باز نجاتش داد رئیس بیشتر از این نباید اینجا وایسین مردم کم کم دارن متوجه ما میشن بابا دست از سرم وردارین بدونین برم سر کارم یالا بابا چی میخواین خدا من شل کنم سیف کنم شل کنم سیف کنم یا من تا حالا بیخوابم این گوجه ها رو ندیدم بده من شل کن سیف کنم بی تربیت سلام
عجب ترسیدن ها. وایسی قربان. اینه هاشم بالایی در رم. بیاین اینجا. سلام علیکم. درش. بیا. آقا رئیس میدونین قلبتون ناراحت میشه. نترسین. رفتم بالا. یالا. آب زرش. از این طرف. ببینید تو تونل. ببینید دست راست. میایم آقای تپه. اینه هاشم سلام علیکم. قربانی شما. یه جای تونل. میای. وایسی قربان. عجب دستشون انداختم. خیلی خوب وای میسم قربان. سلام علیکم. عجیبه. خوردم به بنبست. خیلی چه خیلیتی کردم. بالاخره با عقده جنگی من انداختن تو تور. آقایون حالا به خدا به این کچله بگیم به من دست نزنه. باید داره. نه کس موی کلشی تراشیده به سیبیلاش آویزون کرده. فکر کرده با این عمل گردنگالاب میشه. برم کنین آقایون برم کنین دیگه. آروم باشین خودتون سبک نکنین. هر جا منو بندازین فرار میکنم. برم کن. خواهش میکنم آقا کلاق سیاه منش انداختین تو زندان مجرد. این انصافا عجب جایی مرموزی اینجا. وای خیلی خوب بچه ها دیگه آروم گرفت بریم. خوب به موقع رسیدیم ما. رئیس تو خیابون دچار مرض فراموشی شده بود. تفلک هر چند وقت یه دفعه به این درد مبتلا میشه. خیلی هم معالجه کرده مثل اینکه موفق نشد. دیگه ساکت شو. فکر میکنم حالش جا اومد. خب پس میتونیم چند دقیقه استراحت کنیم. آره بابا. آخه خدایا اینجا کجاست؟ چه کلکی تو کاره؟ غلط نکنم میخوان ما رو بکنم. نگفتم حتما مثل نامرگی تو کاره. نکنه بخوان ما رو ترشی لیتر بندازن. خدایا هیکل نازنینمو به خودت میسپارم. آه خدای من یعنی همچین چیزی. سلام علیکم. سلام آقایونا. ممکنه بگین منو باز چی آوردن اینجا؟ آخه من چه کاری نکردم؟ نه جیب کسی رو زدم، نه از دیوار کسی بالا رفتم. آخه این چه رانی میده؟ با من چی کار دارین ها؟ این چرا جوابمو نمیدین؟ بر نسبت به شما لالی. شما دیگه کی هستین؟ افراد باندونو با من عوضی گرفتن. تو رو کی آورده اینجا؟ چیکاره هستی؟ من آقای شلکون سفکون هستم. کارم اینه که در دکونا رو روغنمالی میکنم. اگه سفت باشن شلشون میکنم. من نشتم تو خیابون میرفتم که چند نفر رسیدن هی آقای رئیس به ناف ما بستن. گفتم آقای رئیس کدوم هم مالیه؟ خلاصه هر چی گفتم آقایونا عوضی اشتباهی گرفتین تو کدشون نرفت که دارم. بعدش هم ما رو گرفتن انداختن تو ماشین آوردنمون اینجا. جون شما این حقیقته. عجیب به شما شباهت داره. اصلا نمیشه باور کرد که دو نفر چطور ممکنه اینقدر با هم شبیه باشن. شانس آوردم. اون باید جانشو فدای من بکنه. بله بسیار فکر جالبیه. در گوشی چی میگین؟ نکنه که شما هم مثل من اینجا گیر افتادین. اگه میخواین اینجا نرین منم با خودتون ببرین ثواب داره. این دیگه فکر نداره آقای گل به سردارم خیال. بزرگترین حقه‌ای که شما میتونین صبر کنین همینه. بله اون باید مدتی به جای من نقش رئیس رو بازی کنه و هیچ کس به جز من و تو نباید از این راز آگاه بشه. بعدم در یک صحنه سازی کشته خواهد شد و همه جا شایعه میکنیم که رئیس باند سیاه قتل رسیده. اون وقت من برای همیشه از نظر پلیس مرده به حساب میام. پول کلونی به جیب میزنی شنیدی؟ تا از این به بعد باید در همه جا رول منو بازی کنی. رول شما که تو ماهیجی مقارمم. رفت اون فکر. ستار ترتیب همه کارها رو بده. تو مسئولی که تمام خصوصیات و کارهای منو به اون یاد به طوری که هیچ کس حتی افراد باندم نتونن اونو با من تشخیص بدن. اوامرتون اجرا میشه قربان. ستاره برو. بچه های خوب سلام. حالتون چطوره؟ شما امروز به موقع رسیدین. از این که منو به منزل برگردوندین متشکرم. البته میدونین که من دچار یک نوع مرض روحی و فراموشی هستم و گاهی این مرض لعنتی به طوری که اصلا نمیدونم کیم و کجا به سر میبرم. این مرض حتی باعث میشه که صدای من تا حد زیادی تغییر کنه. امیدوارم این موضوع برای شما باعث تعجب نشه.
و اما ممکنه در آینده من باز هم به این مرض دچار بشم. در هر حالی که هستم دستور من دستوره و باید اجرا بشه. خب دیگه با شماها کاری ندارم. 3 روز دیگه برای امر مهمی منتظر شما هستم. متشکرم. خب ستار شروع کن. گوش کن چی میگم پسر جان. سب کن سر گوش کن. وایسا. ها گوشم با توه. بگو. آخی به عجب چیز نرمیه این. حتما پر قوقوله. آخی یاد اون کوچیکه هم افتادم. نگاه کن این عین ننوه. لای آفتاب مهتاب چه رنگه، دو رنگه، سرخ و سفید و رنگه، 3 رنگه. دست کی بالا؟ دست موشه. بلند شو. بگو. منه. ببینم تا حالا هفتیر دیدی؟ چی؟ هفتیر یک جور اسلحه گرمی. فهمیدم. تیر کمونه میگی؟ نه حالو هفتیر میگم. آخش میکنم حرف دهنتو بفهمم. فکر نکن با یه آدم ناحسابی طرفی. منو به هم میگن به دول بیغم. والا منظورتو بگو. وای اینو بهش میگن هفتیر. خب به من چه؟ اگه لوله اینو به طرف یه نفر قرار بدیم و با انگوش اینجا رو فشار بدیم اون شخص رو فوراً میفرسته اون دنیا. خب به تو چه؟ بس کن. والا میفرستم اون دنیا تن متل تو طوله بازی کنی. کم دا بیا اصلا به قیافت نمیاد مگه نه؟ هیچون تو یه چیزی داشت بگو خیلی چه؟ عبدالبیغم فضولی موقوف. هرچی میگه گوش کن. فکر نمی کنم درت بخواد که شناسنامت باطل بشه. هر دو آقا من شناسنامه ندارم که بخواین باطلش کنین. خیالتون کن بگیر. اینو بگیر تو دستت. یلا. چرا مطلق میگی؟ من هم قطعتم. اینوری بگیرم. اونجوری نه خودتو میکشی. چجوری؟ اینجوری بگیرم. بیا. نه دستتو اون طرف بگیر. میگم اون طرف بگیر. عبدالجان اون طرف. میخوام این طرف بگیرم. اون طرف بگیر. الان اون یاروشو زور میدم همچی بره بگیر. خیالت من میدفعه نامن. اون طرف بگیر. تب کن میخوام کمونه به کار بندازم نمیشه. همین الان میخوام داغونت کنم. اون طرف بگیر. وایسا میخوام امتحان کنم ببینم بعد. حوصله مسخرگی ها رو ندارم. از اینجا ببرش بیرون. باید ظرف 48 همه چیزو بهش یاد بدی. یلا بجون ببینم. مطل نکن گاه وحشی. گاه وحشی پیدا نیوز ممنلیه بیتره میاد. یا اینو بزن گرمی. بگی به پناراحت نشیم. در اومد یکی دیگه حاضر شد. بیا تنور اومد بیرون. بیا استاد نگرده اینو. اینم یکی دیگه. بکن دستت این دستکش میمونه. خب سلام علیکم. دستتو بگیر با این شامپو سرتو بشور. نه فهمیدم این دیگه چیه؟ ما اهل این حرفا نیستیم. یه بحث چوبک فرده بیا. چوبک؟ ده عجب گیری افتادی. ببینم تو چی کاره ای؟ دلاک همومی پس سنگ پات کن. زیادی حرف نزن. چرکام اگه خوب بگیری یه انعام حسابی پیش من داری. میتونی چند دقیقه ای خفه خون بگیری؟ کیسه کش به این مدخلاقی نوبره. پسر با مشتری ها خوب رفتار کن. مشتری همومت میرن. دستتو بگیر. خیلی خوب. بر نزن. یلا بیا. این خیلی نزن. زمین خبر کن ها باز کن. سب کن. اوکی نکن. بذار کارمو بکنم. نکن قلقله که میاد. داره خوشم میاد. یواش. من قلقله گست. مگه مادرت نکن. من یه با تو شوخی ندارم میمرفن. اون سر اینقدر مشاگردش که بر نمیره. اذیت هم نکن. آی کلا پسر خوب. بزن. کف صابون رفت تو دهنم بیمرفت. چیکار داری بکنی نکن. بول نخور. نمیشه بول نخورد. تو این من قلقله چی میدی؟ منم بول میخورم. آخه بذار نفس بکشم. نکن صابون بکنه تو دهن منو. آخه همومیه لای غریفه ما باریم. صدا تو ببر. میبرم. همومیه لای غریفه ما باریم. صدا نکن. همومیه لای کجا اومدی همه جا رو کثیف کردی؟ نه از من ناراحتم یه گله وایزم. سب کن. چیه؟ کف صابون رفت تو چشام داره چیره آب اون طرفه. دست چپ چیره آبه اون طرف. دست چپم کدوم بره دست چپم؟ کو دست چپم مگه
چه کوری پسر جان؟ دست چپت اون طرفه، شیر هم اونجاست، من که شیر نیستم. آخه این دست چپ منه، ببینم لگنی کادیه‌ای آفتابه‌ای چیزی نی، من ناق بردارم میریزم اون سرم. ببینم این کاسه چیه؟ چه کاسه ای نرمیه؟ اجازه بده. یه لگن، آخه چه شد؟ یه لگن دیگه، اینم یکی دیگه. آخه این شفاف شد چرا؟ این چیه؟ کلاه جناب علیه. آخ بمیرم الهی، قصه نخور. الان این چلونمش میدمش خوش شوی. این عزیزم واز شد، بده سر این قالب نیفته. نگاه کن شدی این ابر ملجم. عرفت حالا وحشی منم یا تو؟ چرا داد میزنی؟ سب کن شیر رو وا کنم میزونش کنم یخته حالم جا بیاد. ببند! چجوری ببندم؟ ببند! این خوب چند ببند! این خوب بابا اینقدر داد نزن. گفتم ببند! بستم بابا بستم. ببند! تمام شد قصه نخوره. یا راحت شدی. این خوشش میاد از صدای خودش. ببینم. الو تلفن چی؟ من اینو بستم ولی این هی میگه ببند دعا کن. یعنی چی؟ بیا تو رو از فرنگسون میخوان باشون صحبت کن. الو بله بفرمایید. بلند حرف بزن سر بالایی صدات نمیره. حالا جا اومد؟ چی بهت گفت بس هست یا بازه؟ بذار کتمو درارم تا بهت بگم یه من ماز چقدر آب داره. یه من ماز چقدر کره داره. آبی خروس در میاری. بستم چه نتونه بیاد تو. من رفتم اکن درا خراب کردم. بس کن. نگاهون داره خفه میشه. نگاه کن قیافن شده این بوزینه. آخ این حرکت. خب کافیه. حالا رئیس چجوری عصبانی میشه و داد میزنه؟ این چه حرکتیه؟ کافیه. پس چیکار کنم؟ گوش کن. اینجوری محمد بیشعوری با توه ها. خفه شو. هی فهمیدی با تو بود. میگه ازش بپرس. مرسی رئیس. بس کن دیگه. خب متوجه شدی چی کار کردم؟ آره به جون تو فوت آب مقدرم. الان نوبت تیراندازیه. ببین اینجوری دستا بالا. بابا بده من اینکه دیگه کاری نداره. اینجوری دستا بالا. دستا بالا. قرار نبود ما را هدف بگیری. سیبیلتو دود میدم. پس به این پسره احمق چی یاد دادی؟ قربان همه چی را بهش یاد دادم. داره سر به سرمون میذاره. کافیه بده من. بفرمین قربانت گرم. قابلین پدره بفرمین. خب به همه چیزا که آشنا هستی. خیالتون تخت سفری باشه. کارتو از آرایشگاه شروع میشه. تمام ریزکاریه رو که میدونی. بله قربان. کاملا براش توضیح دادم. خب برو شروع کن.
رفتم که رفتم این سر باید برای همیشه مخفی باشه. از قدیم گفتن بین دو نفر یک موضوع نمیتونه پنهان بمونه. پس بنابراین وظیفه تو اینجا تموم میشه. این هرنس یا چالوکری سرش ساکنین کره ما پریزاد میاد. چی پریزاد قربون شما، قربون محبت شما، خجالت هم ندیم. راستی یادم رفت من رئیسم. مشغول کارتون باشین، شیونو بکشین، قیچی بزنین. اوه هنرش در رفت. بیا بالا. آی ببری ساز هنر ژاپنی انداخت. حالتون چطوره ها؟ ببینم حالمو پرسیدی؟ سلامتی برقرار. اون تاق ببینم هولوی مشهدی من. بودو بیا. در چایی برم. چه ببن بگوش خودتو. خب من اینم دیگه. گاهی همچین شیرین و تو دل برو میشم، گاهی هم به کلم میزنم و خل میشم. من که هست وارد نمیشه. بیا یه انگوش بکش و وارد میشه. اوه نمیخواین امروز به کار سالن سرکشی کنی؟ سالن؟ کدوم سالن؟ سالن؟ کدوم سالن؟ این سالن بود. سالن بردن رو سر من. اینجا کجاست دیگه؟ الو کره ایما مشهده بده من بیام بیرون. اصفهانه بده، تبریز بده، یه جایی بده من بیام بیرون. زود باش. کرمانه بده. اینجا که سالن نیست. چیکار کنی؟ این چه وضعی سر درست کردنه؟ ببینم. میچرخ. ماده موازه اجازه میدین من سرتون درست کنم؟ خیلی ممنون میشم. شما استاد آرایش خانما هستین؟ بله پس درست بشین تا حسابتون رو برسم. قیچی بده من. چه بلند شده موهات. چیزی نیست. اجازه بده خانم این کثافت‌ها رو بریزن دور. یعنی چی؟ چیزی خانم دستتو جلو نیار با قیچی میچینم. اجازه بده مد دنبه اصلی بر افتاد. الان دیگه مد کوتاه مده. هپون همونطور. امروز رئیس خیلی سر حاله، حتی داره با مشتری‌ها شوخی میکنه. این مدل جدید و تازه از فنارسه آوردن. اینو میگن میزانپیلی دولوکس، یعنی محقوق میزانپیلی یه لوکس. اجازه بده. تموم شد. یه خورده دیگه. چه خوشگل شدی؟ تموم شد. این مرغ در بیار زود باش. حالا صدای خروس در بیار. کسی این که صدای شغاله. خیلی خوب. حاضر باشین گوش به فرمان من. افراد حرکت به چپ. یلا بی معطلی. یکی وایسین جلو من میبینم. خب
حاضر؟ حالا دستور میدم یکی یکی بپرین اون بالا. کچل اول تو. بلند. سگ. قورباغه. گوش میبرم. دیگه بهتون مهربونی نمی کنم. شماها خیلی نامرتب شدین. از حالا به بعد شکنجه‌تون میکنم. صبر کنیم ببینم. شکنجه چه کار بکنم حالتون جا بیاد. یه پا بالا. دست بالا. حالا این به سرتون میارم که مرغای هوا به حالتون دل پیشه بگیرن. مرغ از گردن کالافی گردش به چند؟ اوه تو یزیدم از این تابلوی نقاشی خوشت میاد؟ اینا چرا رفتن اون بالا؟ دارم روشونه کم میکنم میفهمی که؟ متوجه شدم. بله. خب حالتون چطور مفخورای روزگار؟ دمار از روزگارتون در میارم. الان کاری میکنم همون بالا سنگ بشین. ممکنه ازتون تمنا کنم این دفعه به من ببخشینشون؟ اگه اینا رو من ببخشم اون وقت خدا منو نمیبخشه. من ازتون خواهش میکنم. خوشگله. خواهش چرا؟ دستور بده. تو جون میخوای چی که بده؟ خیلی خوب از اینا میگیرم بهت میدم. جگر من شما رو بخشید. یالا گمشین بریم پی کارتون. بریزیم پایین زودتر. روتونه این بر نکنی یا نه مرهم وایستاده. بی‌متها عزیزم مثل که امروز زیاد حالت خوب نیست. واسیانم خوب نباشه انجانم بد باشه وقتی تو رو میبینم همچی روشن میشم که انهو چراغ زنبوری. کفتر چایی من بشینیم اینجا گلهای رنگارنگ بگیم و بشنم. اینجوری خیلی ناز میشی. من ناز میشم؟ یعنی من ناز دارم؟ من خیلی ناز دارم. من نازم کن. نازمانه بکش اینجا هم ناز کن. یه خورده نازم میگوی. گل پیازی. تو خوشگله. من ناز دارم. نگاه کن عزیزم اگه من دوست داری کفشامو درار پاهم داره کوفت میره. چشم. قربان. بفرمید. پاتونو بدیم ما؟ بیا این پا مالتون. یواش با احتیاط. خیلی با ناز. خیلی با ناز. آخه یواش. داد بیداد. بیا پاک شلوارم کو. هرزه اینو با دهن چسبونده بودی؟ نه خیر با جوالدوز دوختن. چرا کنده شد؟ تو که من سکسی کردی با منم آره الان نشونت میدم. خیانت رسیده با رئیس شوخی میکنی. آخه این چه وضعیه؟ تو که من اوراق کردی. اگه اوراق چیا بو ببرن من حراجم میکنن. قصد جسارت نداشتم. چه دیگه اصلا تقصیرت نمیذارم. من بیگناهم قربان باور کنین تقصیر چرا دروغ میگی دختر؟ یه باره که لختو فتیم کن بندازم تو خزینه نگاه کن. چیه؟ چیه؟ بله نفهمیدم. آینه فضول باشه کی باشن که سرزده داخل شدن؟ این یعنی که شاید یه زن لخت باشه. فعلا که یه مرد لخته. زیاد نگران نباشی. شما میدونین با چه شخص خطرناکی دارین حرف میزنین؟ بله با آقای رئیس باند سیاه. آفرین. ما از طرف باند اغرب برای شما یه پیغام داریم. اغرب؟ رئیس ما فرمودن چرا تو کارهای ما اخلال میکنیم و برنامه‌های ما رو میدوسید. میگم رئیس تنبلی. ببینم مگه رئیس شما مدرسه میده که برنامه‌شو گم کرده؟ خودتونو به اون راه نزنید. هفته گذشته قرار بود باند اغرب گاف صندوق کاباره ایفلو بزنه ولی شما پیش دستی کردین و پولا رو به سرقت بردین. برای آخرین دفعه به شما اخطار میکنم که دست از مبارزه با ما بردارید. زیاد دونای علی گلبی خبردار وایسا. دوست دارین اوراقتون کنم بفرستمتون یخچال صغیره؟ ها؟ میگی این سگ دستو داشته باش. آها عجله نکن بیا این شغال دستم بده تراشکاری. نه بده رفوگری بهتره. حالا نوبتی توه. ببینم آقای گوری. این از اینجا این پروف اول. اینم پروف دوم. لبنانیه شده اینه بکشید بردا. خبردار ما اینیم آقا جون جنسن
اوراقچی هستیم. حالا بلایی به سرتون میارم که رئیستون دیگه حوض نکنه شما رو دنبال نخودچی هم بفرسته. خب حاضر؟ حالا یه چشم شامورتی بازی میکنم. تکون نخورینا. میخوام با یه تیر 2 تا لیوان بزنم. اما نه نمیشه. کمان. سه خفه کنشو بکشم بیرون. بی حرکت. به ما رحم کنید. چی شد؟ خفه. خوشت اومد کفتر چایی من دیدی معشوقه چه تیراندازی کرد؟ ما رو ببخش، ما فقط یه پیغام آوردیم. پیغام بی پیغام. یه تکون نخورین. آخه ما که کاری نکردیم. حالا فهمیدین ما چه طرفیم یا نه؟ برین به رئیستون بگین من از اغرب نمیترسم، روتین بی مروت از پشت دیوار میآید. ما رو ببخش قول میدیم دیگه اینه بهش میگن تنبیه سرخپوستی. خب عبدال، تا اینجا در کارت موفق شدی، به طوری که تمام افراد باند و حتی معشوقه من تو را با من کاملا عوضی گرفتن. و اگر مختصر اختلافی در اخلاق و رفتار من و تو به نظر رسیده، همه اونها رو به حساب مرض روحی من گذاشتن. تو واقعا وظیفه خودتو خوب انجام دادی. و اما مأموریت تازه تو چی؟ شما رو چی؟ تا امروز به یک مأموریت مشکل و ماهرانه فرستادشی. دلم میخواد ثابت کنی که همیشه یک مرد لایق و باهوشی هستی. قربانت گردم میتاله شک؟ آشنا هستم. نفهمیدم. عرض کردین سرقت جواهر یعنی دزدی؟ بله، سرقت یعنی دزدی جواهر. کجا باز؟ خیابان نادری، مغازه. یعنی میگین حالا باز برم تو دکون مردم دزدی؟ دزدی کلمه زشت و کثیفیه. بگو سرقت جواهر. فراموش نکن که رئیس باند سیاه هستی. حرکت کن فوراً. باش رفتیم دزدی. ببخشید سرقت. الو آقای کلانتر، خود شما هستین؟ گویا شما اعلان کردین به کسی که بتونه در پیدا کردن و دستگیری رئیس باند سیاه به شما کمک کنه جایزه کلونی میدین. بله گوش کنین. من همین حالا به طور تصادفی اطلاع پیدا کردم که رئیس باند سیاه به اتفاق افراد باند تصمیم گرفتن به جواهر فروشی نپتون واقع در خیابان نادری دستپرت بزنن. به طور حد تا یک رو دیگه به اونجا میرسن. نخیر آقای کلانتر، من حاضر نیستم به خاطر جایزه خودم رو معرفی کنم و جونم رو به خطر بندازم. نخیر. متشکرم. چه برخ بیانشید. بجومین بچه نفس ها رو ببرین. یه قواره بزنین. حاضر برای حرکت. خیلی آروم. سرعت 1 سانتیمتر در ساعت. جون میده واسه باشم. میخوام مثل مورچه سواری همه جا رو غارت کنی.
معلوم نیست رئیس چه نقشه‌ای داره. لابد یه حسابی تو کارشه. سیاهی توی کسی بده من کلا رو کجا بردی کلا رو بده من دستم الان توی ناچس یه سیگار بده من سیگار بده من سیگار بده سیگاره برو سر ماموریتت نگفتم تکون نخور سینت در نیاد اگه حرف بزنی کبابت میکنم میخورمت اگه یکی دیدم بهش میگم دستم حالا هفته رو تو بنداز زمین توی دستات چرا بالاست احمق میشور چرا دستات بالاست آتیش داری؟ بده من ببینم بده من آتیش تو این رو روشن کن اون تو آشخوارم برس به ماموریتت نگاه کن پیداشون کردم اونهاشم بیاین دنبال من بالاخره پیداتون کردم خیالتون رسیده ها؟ بچه‌ها رئیس خودشو به دیوونه بازی زده میخواد ما رو میخواد ببینیم ما بهش نارو میزنیم یا نه. ما هم از اون زرنگ‌ترین بچه‌ها هر چی که گفت انجام بدیم. یالا افراد تمام جیباشون رو بگردین زود او چرا با اکسری میارزه در باز قربان چیزی پیدا نشد. صبر کنین تا من با این یکی صحبت کنم الان مغرش میارم گوش کن اگه رفقات رو لو بدی با تو کاری ندارم بگو جواهراتو کجا قایم کردی ها؟ میدونم نجابت داری جلوی رفقات نمیتونی حرف بزنی خیلی خوب بیا بریم یه گوشه خلوت سرت کو سر این است بگو کجایی؟ این چیه؟ سرش کو بابا داره من میبره سر خرمن جواهرات ها برو بریم برو قربان مشتلاق بدین قربانت گردم آوردم مشتلاق بدین قربان بالاخره اومدم اونایی هم که میخواستین همرام آوردم تو؟ بله تو برگشتی؟ مای توقع داشتیم بر نگردم چقدر نامهربونی ایدل این هیکل رو اینجوری نگاش نکنین 400 تا مثل جناب عالی رو میبره در رودخونه و تشنه برمیگردونه البته بعد یه قلوب بهشون میده که دلخور نشن پس تو برگشتی؟ بله حتی دست پرم برگشتی ها؟ بله دست پر برگشتم اونی هم که میخواستین واسهتون آوردم ملاحظه بفرمین دوست دارین کجا خالی کنم قربان همه رو خالی کن روی میز همینجا قربان اگه بدونین با چه زحمت اینا رو به دست آوردیم باقی دعوات چنگویی ببین چه جواهراتی واسهتون آوردم زمرد یاقوت بریلیان است قربان بریلیان است تمام دنیا رو بگردی لنگش پیدا نمیشه جون شما باور کنین بفرمایین تماشا کنین بارون رحمت جواهرات به سر و صورت مبارکتون باریدن گرفت کیف کنین شور احمق این چه حرکتیه؟ به جای جواهر رفتی آشغال بردی؟ قربانت کردم آخه من چه تقصیری دارم از رو نشونی که دادین رفت دروغ میگی؟ آخه قربان چه دروغی دارم بگم مگه نشنیدین که میگن دزد ناشی به کاه دوم میزنه حالا حکایت من ناشیه دیگه پدرم دزد بوده مادرم دزد بوده پدرم کوری بوده مادرم هوری بوده بسه! داد ندارین قربان داد ندارین الان اپاندیسم قوت میخونه من خیلی زود زنه ترک میشم حیف که با تو کار دارم و اینو با یه گونه حسابتو میرسیدم چشم در
آفتم به لبه بوم مونده که خودم منو به لبم داد آفتابی که پرید منم پریدم ننمم رفت دلبر جانان من عزیزم سلام. سلام. چشمم کف پایت کجا بود اینا؟ کسی لختی؟ چی همینجا تو سالن؟ خیلی خوب حالا برو تو دالون. آی نگاه کن. چیه؟ ببین راستی یه چیزی میخواستم بدونم عروسک. خواهش میکنم. فرد شب مهمون خودمی لباس مشکلت بیشقی باعث افتخار من قربان. قربان بده لحی کف داره من. اما نگاه کن نمیخورمت میترسم مسموم بشم. چرا ماتت برده؟ هیچ قربان میخواستم آب گلدونا رو عوض کنم ببخشید. حاضری درفلا شما اینجا هم هستین دیگه دارم شاخ در میارم. این چه نکنم وضعیه؟ شاخ در میار که هیچ صرف نداره در بیاری خدا اینو کنه یه وقت تنوره میکشی میره رو آسمون بیشتر از اینا مواظب رفتار خودت باشی. این یک موضوع شوخی نیست. کوچکترین اشتباه تو به قیمت جونت تموم میشه. سعی کن کاملا گوشاتو وا کنی. میدونی که من از سر تقصیر کسی نمیگذرم. سزای خطاکار فقط مرگه. همین چی میگم؟ مرگ. فقط مرگ. فقط قهوه خونه رم منم تمیز کنم. نه یه خورده احتیاط کن عزیزم. خیلی خوب احتیاط میکنم. دست بده اینجا خیلی شیک. ما نبریم. سلام عرض میکنم قربان. بفرمید خواهش. بفرمید. عجب قهوه خونه لوس کیه؟ کی خورده از قهوه خونه قنبر بهتره؟ بفرمایید خانم. اون چی کار داری میکنی آقا؟ حالا دیگه رو دست ما بلند میشین. بفرمایید خانم. اختیار داری قربان. اختیار داری قربان چیه؟ من این کارو به دعوت کردم. این وظیفه منه قربان. وظیفه تو یعنی چی؟ باره کنار. خانم بفرمایید اینجا. بفرمایید صدا میکنم. بفرمایید. آخه قربان. آخه چند کا باره کنارگاهم شاده. یعنی چه؟ بفرمایید بفرمایید. آخه متشکرم. خیلی ازت تشکرات قلبی کنم این که منو خیط نکردی. برنده این مسابقه. آخ چشمم زنی. ببر اون چشم شورت. بره من که بداهت ها. کم شو. ببینم اینجا کلاسی درس اکابره. جوابمو بده. نه عزیزم این صورت غذایی که دلت میخواد انتخاب کن. انتخاب کنم. حالا چی بخورم؟ هرچی دلت میخواد. اینا هم که همش فرنگی نوشتن ما چه نیستیم. میگی بابا دوبلش کن. چیکارش کنم قربان؟ اینجا دوبلش کن دیگه. یعنی به زمان شیرین فارسی برش گردون. بله متوجه جون بکن. اونیون سو، شاتبریان، فیله سوته، شینتسه، تورندو، بیف استراگانوف، کارسکی، دونکی، اسکالو، گیوسکی. کدوم میل میکنید قربان؟ هیچ کدوم خودت بخور بابا. زحمت کشیدی دوبلش کردی. کتاب تو ببینم. آخ دلم ضعف کرد. خدا ذلیلش کنه دارست. داریم آوردی. اول بذار جلو آقا. من مال منه. متشکرم.
سفته خیلی باید سوار کار شد همیشه سفت بگیرم چی در روی یه درشی در آوردم لیونه برده شد ای وای چی بود؟ هر زد مواظب باشه قربان خیلی بد شد یاسی دیگه این چی بود واسه من آوردی؟ خوب گوشت ما کن میری واسه من یه دیزی آبگوش تره تمیز میاری ترب چنقلی و پیاز ریحونم کنارش باشه ولی قربان خیلی معذرت میخوام اینطور غذاها اینجا پیدا نمیشه حرف رو حرف من نزن اینجا از قهوه خونم کمتر حیا کن برو پیدا کن ترم نمیشه والله این مسافر خونه رو به هم میریزم برو گم شو زبون نفهم حالا یه خورده با من اشمازی کن بگو که دیوونه وار و لیلی وار دوست هم داری درسته من تو رو خیلی دوست دارم به شرطی که فقط خودت باشی نفهمیدم به شرطی که خودم باشم من قرار بود یه نفر دیگه باشم من به شخص تو علاقمند شدم با تمام اون صفا و سادگی سعی کن در جلد دیگران زندگی نکنی خیلی گنده حرف میزنی من که سر در نمیارم سعی نکن حقیقت رو از من قایم کنی من همه چیزو میدونم که توی کارگر ساده بیشتر نیستی و فعلا تو در دست رئیس باند اجیر شدی و میخوان تو رو قربونی نقشه های شوم خودشون بکنن خب بازم بگو ببینم بله رئیس باند تحت تعقیب پلیسی چون تو به اون شباهت داری آوردنت و به جای رئیس باند گذاشتنت بعدم قرار خودشون تو رو بکشن و تحویل پلیس بدن و بگن که رئیس باند سیاه کشته شده ببینم تو این حرفایی که میزنی جدی میگی؟ تمامشو جدی میگم من همه چیزو از سوراخ کلید در اتاق آقای رئیس هم دیدم و هم شنیدم آخه منم مثل تو دام اینا اسیرم همیشه در پی فرصتی بودم تا اینکه تو رو به دام انداختن حالا ما میتونیم به کمک همدیگه از شرشون خلاص بشیم پس تو دیگه منو دوست نداری هیچ اینطور نیست تو رو خیلی دوست دارم چون میدونم تو یه جوان مردی خوب شد اینا رو گفتی پس من قربانی آقای رئیسم مواظب باش عکس العملی از خودت نشون ندی چون رئیس خیلی مرد موذیه اگه میخوای هر دوتامون جون سالم به در ببریم باید هر چی میگم گوش کنی غذا آوردن درست بشی داری میاری یا نه عوضی ندیده باشی بفرما قربان اینم غذایی که می‌خواستی قربون دسته باریکلا حالا میگم قهوه چی اصل و نصبدار از کدوم قهوه خونه آوردی؟ از این قهوه خونه بغل قربان متشکرم برو بذار بدنم بچسبه منو گم شو غذایی میخورم دل همه آب بیفته چیه سرشاق شدی؟ چیزی بهشون میگم چه چقدر قربان اینا هیچ که دیزی ندیدم رو برم همشون زل زدن دارن منو دید میزنن هیچ آدم ندیدن اینا وقتی زید خب این دیزی برم از سر زار تو غذای فرنگی بهتره تازه اومدم سر اشتها ورز؟ نه؟ پیاز دلتون بسوزه پیاز هیچی نسوخته هم گفتی کاری؟ هیچی نه آدم ندیدن؟ بفرمین بخورین
شما بخوریم شما بفرمایید. نبود خیلی خوب خودم میخورم. نبود رفتم ای دل. الهی شد الهی سر دارم شد به جون تو حس کردم از این خوردن لیزی. چرا شما ها بایستادین؟ کسی از این آهنگای فرنگیتون خوشش نیومد؟ یه رنگ ایرونی کارشو بکن تا خدمت داره هر کی عالمی داره، هر کسی یک غمی داره، هر کی عالمی داره. اونی که میبنده خط داره، کلاش این چونی که مدام سر سیره. واسه تو من کارش گیره، از صبح تا شب تو زندگی هی میکنیم دوندگی. شو تو زندگی هی میکنیم دوندگی. کلک یه لقمه نونه شکم بلای جونه، کلک یه لقمه نونه شکم بلای جونه. قمار بازه که راست چپ قاف میندازه، اون لیلچه قمار بازه که راست چپ قاف میندازه. همون کف تیری میکشه مثل ریگ آدم، این کارا که کار نمیشه بار کسی بار نمیشه. از صبح تا شب زندگی هی میکنیم دوندگی. تو زندگی هی میکنیم دوندگی. کلک یه لقمه نونه شکم بلای جونه، کلک یه لقمه نونه شکم بلای جونه. یه چیزی دیگه هر کسی یه جوری خوشه. آی تو که خیلی باد داری، حرس و طمع زیاد داری، کنیز زنگی دوست داری، رقاص فرنگی دوست داری. یه چیزی هم یادت نره، زندگی ارزش نداره. چرخ ماشین زندگی یا لنگ یا گندگی، یا لنگ یا که پنچره. یک غمی داره، هر کی یه عالمی داره، هر کسی یه غمی داره، هر کی یه عالمی داره. اونی که میبنده نداره، کلاشو اینجوری میذاره، اونی که مدام سر سیره واسه تو من کارش گیره. از صبح تا شب تو زندگی هی میکنیم دوندگی، از صبح تا شب تو زندگی هی میکنیم دوندگی. صبح تو زندگی هی میکنیم دوندگی. کلک یه لقمه نونه شکم بلای جونه، کلک یه لقمه نونه شکم بلای جونه. من دیگه داره از دست تو حوصله‌ام سر میره. این چه افتضاحی بود که دیشب تو اون کافه در آوردی؟ باید واسه ما سوته اومدن رفقا؟ نمیتونن 2 ساعت ما رو رئیس ببینن؟ جلوی مردم به جای اینکه رول منو بازی کنی میری توی کافه آبرومند دیزی آبگوش میخوری یا آواز مسخره میخونی. خلاف عرضتون رسوندن قربان، ما دیشب اونجا خودمون آدم حسابی جا زده بودیم. میگین نه از درمون کافه بپرسین کی چه تعظیم و تکریم بلند بالای تحویل ما داد. بله بیشعور دربان کافه به همه مشتریا تعظیم میکنه. خب فعلا میگذاریم. بله میگذاریم. حالا کاملا دقت کن. این نقشه منزل یک ثروتمند بزرگه.
امشب باید به اتفاق افراد باند بری اونجا و از توی گاف صندوقش مقداری الماس گران قیمت بدزد بیاری اینجا. بازم از این کارا؟ آخه قربان ساکت! تو حق نداری اظهار نظر بکنی. هرچی که من میگم همونه. اطمینان دارم که از روی نقشه دیگه محل رو اشتباه نمی کنی و مستقیما به منزل اون ثروتمند بزرگ میری. ساعت 9 امشب. بگیر. شراه دور و درازیه. 3-4 تا 4 راه داریم. قربان حالا دیگه مطمئن باشین از روی نقشه یه راست میرم در خونهش. امیدوارم این دفعه دیگه اشتباه نکنی. خب حالا میتونی بری. نه قربان خاطر ناجم باشین. این دفعه دیگه سرراست جون شما نباشه جون خودم همچین راحته. گفتم میتونی بری. سایتون کم نشه قربان. اجازه میفرمایین؟ راستی قربان خدا حافظ. الو، اداره پلیس، لطفاً توجه کنید. رئیس باند سیاه یعنی همون آدمکش معروف که شما مدتی است به دنبال او میگردین، قرار همین امشب به منزل محمدیان ثروتمند مشهور واقع در خیابان بیدا دستورد بزنه. درست سر ساعت 9 قرار با یک نقشه ماهرانه اونجا رو غارت کنه. از روی نقشه جنگی پیش میریم. آشکار نیست؟ 2 قدم به سمت راست، حالا 3 قدم به سمت جلو. بله همینجاست. نقابه رو بزنیم؟ دنبال من برین تو. نه راستی اول شما بریم. ممکنه خدا نکرده اتفاقی بیفته. پیشمرگای من اول برین تو. یخی چون بسیار جست کن نخوره. کمان بی حرکت دستا بالا. جواهره کجاست؟ بگید به سوراخ آتیش میدم. اگه جواهره رو بماندین همه تونه به گلوله میبندم. قربان شاید اشتباه اومده باشیم. این خونه یه فقیره نه اون جواهر فروشه. اشتباه تو پولاته. من از روی نقشم. یلا جون بکن بگو جواهره کجاست. آقایون با ما چی کار داری؟ ده افراد به پیش اونا رو محاصره کنیم. با تکنیک جنگی بیاین جلو. مواظب باشین فرار نکنم. خدای بزرگ. مثل این که هنوز ما رو نشناختین. حالا بهتون میگم. به ما رحم کنید. ما یه خانواده فقیر هستیم. باور کنید چیزی نداریم که قابل شما رو داشته باشه. به بچه‌های معصوم من رحم کنید. من صبح تا شب کار میکنم و یه لقمه نون در میارم تا با زن و بچه‌م بخورم. به خاطر خدا و انسانیت به این زن و بچه‌های بیگناه من رحم کنید. ما که چیزی نداریم. ولی من ای قربون علی بالاخره اومدی یا نه؟ سنگر بگیرین. سنگر بگیرین. جاره دادم. اگر ساس تو بریزم تو کوچه. قربون علی خب بالاخره امرو کرایه 6 ماه عقب افتاده رو میدی یا نه؟ شبون کن 2 روز دیگه بده کرایت بهت میدم. دیگه گل این حرفا رو من نمیخورم. ننه من غریبم بازی در نیار گوشم از این حرفا پر شده. ببینم نفله اینجا زیاد وقوع نکنی یا. حرف اسم تو چیه؟ تو چی کاره ای؟ من آقا صاحب این خونم یعنی ثبت ملکم. اولا مالک اصلی خداست. بگو ببینم چقدر طلبکاری. قربان 120 تومن همش. 120 تومن؟ دعوتتون بده. پوچ این اینجا این پودره. سب کن این جیب کت همه الان بهت میدم. این پولا من کجا گذاشتم؟ سب کن این نه خیر اینجا من پولامو کجا گذاشتم؟ آها این هشش این جیب کت تابستونی هم گذاشته بودم. آره گذاشته بودم اون تو.
اینجا میبینم. جلو بیا. اون نکن. این 240 تومن میری تا 6 ماه دیگه اینجا پیدا نمیشن. یالا بزن میشن. میگی. خیلی ممنون، ما کم نکنه. کم نمیکنه. برو رو تو کم کن. نکنه. رئیس آخه این که نشد، ما امروز باز دست خالی برگردیم. فکر میکنم عوضی اومدیم. آخه یاد اون روزا به خیلی که مثل شماها نون آب گوش میخوردم. 100 شرف داشت به این نونی که حالا میخورم. ای تو پاری آیریز میزه تو دپاری ای نمکی جون ای تو پاری آیریز میزه تو کپاری ای شما مثل من بچه ها لبخات پاسی رو نگیری بیا آبیه که بلاسی دلتون نسوزه زندگی دو روزه دلتون نسوزه زندگی دو روزه غم نداریم از هم دیگه چیزی رفقا کم نداریم میشناسی منو من همون عبدالبیغمم ای کرکره دکونه رو روغن میزنم اگه پولی ده نیارم میبونم روزی خدا خب بچه ها دلتون نسوزه زندگی دو روزه دلتون نسوزه زندگی دو روزه ای تو پلی جون ای کپلی چرا نمیرقصی آب بکنی ای تو پلی جون ای کپلی چرا نمیرقصی آب بکنی چا 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 یله بیه دنبال ما آره دنیا دو روزه قزبل خوزه دلتون نسوزه زندگی دو روزه دلتون نسوزه زندگی دو روزه آیریز میزه تو کپلی ای نمکی جون تو کپلی آیریز میزه تو کپلی شما مثل من بچه ها لبخات پانسی رو این گیریم یه عمریه که پلاسی دلتون نسوزه زندگی دو روزه دلتون نسوزه زندگی دو روزه این داشلی لندیوره اون قاسم پوره این کچله میدونی کیه قاسموره دیگه این دست پانتی اکشتره کازم سپوره به این پاسه کفری میگن صحبت پرسوره منم تو کنکوره توسی شدم رفوزه خب بچه ها دلتون نسوزه زندگی دو روزه دلتون نسوزه زندگی دو روزه
وقت تو دیگه جونم به لبم رسیده. و هر مأموریتی که میفرستم به عوضی میری و تمام نقشه های منو خراب میکنی. باور کنین قربان، من تسخیری ندارم. من از روی نقشه شما رفتم، ولی تو اون خونه یه زن مرد فقیر و چند تا بچه بدبخت زندگی میکردن. هر چی اونجا رو زیر و رو کردم چیزی پیدا نشد. تازه خودشون برون شب محتاج بودن. بعد معلوم شد محمدیان مستمندن، نه محمدیان دولتمند. گویا سرکار خیلی سرنگ تشریف داری. خودت زدی به دیوونه بازی تا از زیر دستورات من شونه خالی کنی، ها؟ ای نه قربان، من سگ کی باشم؟ ولی اینو بدون که دیگه گول حماقت تو رو نمیخورم. ای قربان، چه فرمایشاتی میکنین؟ ما اصلا اهل این دوز و کرکا نیستیم. صداتو کم کن. برای آخرین بار به تو یه مأموریت دیگه محول میکنم. اگه موفق نشدی اون وقت برای همیشه از این دنیا مرخص میشی. یعنی یه گوله حرومت میکنم. کیه؟ منم قربان، اجازه هست؟ یه دقیقه صبر کن. عبدال برو تو کمد. من برم تو کمد قربان؟ نه، من همینجا باشم آقای رئیس. چرا معطل میکنی؟ برو اون تو. اجازه هست بیام تو؟ بله میتونی بیا. سلام. چیکار میکنی؟ اون تو چیکار داری؟ هیچی قربان، میخوام لباساتونو بدم لباسشویی. اگه مایل نیستیم بذارم سر جاش. بردار ببر. معطل نکن. معذرت میخوام بی موقع مزاحمتون شدم قربان. حالا بیا بیرون. قربان در خدمت شما حاضرم. بله، سلام علیکم. فردا شب همراه افراد باند برای سرقت یه مغازه صرافی در ساختمان پلاسکو فرستاده میشی. البته خود من در گوشه و کنار محل بر تو نظارت میکنم. در صورت کوچکترین اشتباه همونجا با اسلحه من کشته میشی. برای تو این آخرین فرصته. خب باشه. یا شانس یا اقبال، خدای خداوندا به امید تو. از همین حالا برو دستورات لازم رو به افراد خودت بده. فراموش نکن که تو ظاهرا رئیس باند سیاه هستی. خب میتونی بری. این دفعه مجبورم هر طور شده آدرس پیدا کنم. خداحافظ آقای رئیس. فردا شب خودم با این هفتیر میکشمت و به همه خواهم گفت رئیس باند سیاه برای همیشه کشته شده. جناب رئیس چی شد؟ دادی بیداد. خوردم زمین اونجا در چیزی نیست. مگه من نگفتم سر سیگار راه اندازین؟ باز مثل قشونه مغول وحشی بازی در آوردین، تنبل کودن دنبال من راه بیافتین. یلا چشم قربان. اما نه سب کنین، برگردین. جناب رئیس چرا برگردین؟ بله طبقه شما را رئیس. برو بین. افراد رئیس با شما صحبت میکنه. شاید شما کم و بیش بدونین که موقعیت باند ما به خطر نابودی نزدیک میشد و هر لحظه ممکن بود که همه ما به دست قانون اسیر بشیم و برای همیشه این تشکیلات از هم پاشیده بشه. من در فکر چاره بودم که سرنوشت دورگردی رو جلوی ما سبز کرد. این بود شانسی بود که امکان داشت یه بار دیگه سرپوشی به روی اعمال ما بگذره. حق دارین تعجب کنین. اون شخصی که اونجا پیش شما ایستاده رئیس شما نیست، همون دورگرد ساده لوحه. خب حالا که کار به اینجا کشید گوش کنید تا حقیقتاتون روشن کنم. شما میدونین که پلیس در تعقیب من و اگر من به چنگ پلیس بیفتم فوراً اعدام میشم. اما من برای نجاتم حقه تازه‌ای زدم. این شخصی رو که شباهت زیادی به من داره اجیر کردم تا اونو به دام پلیس بندازم. بنابراین امشب عبدال به دست ما کشته میشه. وقتی فردا جسد اون به دست پلیس بیفته همه فکر خواهند کرد که رئیس باند سیاه برای همیشه از بین رفته. جلو بری.
نذاریم بکشنش. عجله نکنید خانم، ما میدونیم چی کار کنیم. خب عبدال، دیگه ریاست تو در همینجا تموم میشه. دستگیرش کنیم. گرفتین هنوز رئیس خودتون رو نمیشناسین؟ برین اون رئیس بدویه رو بگیرین. یالا تنبالای بیارزه. بریم بهش برسیم. خیلی معذرت می‌خوایم قربان. چه حالوایین؟ صدامو عوض کردم منو نشناختن. جونم به این کله. خدا نذارین کشته بشه. جون عبدال در خطره. تو این رو بیرون نزنه ما رو سولاخ بلاخ کنن. کجا برم؟ برم تو صندوقچه تلفن. اینجا کنی رفته اون طرف. ساختمونی به این گندگی یه پستو نداره ما بریم توش قایم میشیم. رفته بالا. یالا حرکت کنی. یالا بیافتین جلو. یالا یالا زودتر. تکون نخورین. برگردین. یالا را بیافتین. زود باشین. عجب بزن بزنی یه توی ساختمون. تینیه که در بیره. یه وقت نخوره تو تنه ها. بیدر اون در بیاد. خودش قربان. نه نزن. اون بالاست. اون بالاست. رئیس اصلیه اون بالاست. میگی نه؟ برین دنبالش. اونها اون بالاست. خودشه اونها اون بالاست. عبدال اشتباه کردی. گفتم که اشتباه نکنید. گفتم بهتون که مواظب باشین. دیدین چی اشتباهی کردین. اونو چرا کشتین؟ عزیزم تو رو اشتباهی کشتن. خدایا به من کمک کن. کمک کنی نجاتش بدین. این عبدال چرا کشتینش؟ گفتم اشتباه نکنین. وای سرشاهی من اینجام. عزیز دلم من اینجام. اونی که نفته شد خود رئیس بود. سری بالا کن لالاخلاق. من نگاه کن لالاخلاق. هیچ بود حواسه. قربونت برم بریم. جانم خود بیا عزیز دلم. ببین بیدرک واصل شد. ناکس میخواد زرنگی کنه ادای منو در بیاره. بودو بیا تو بقیدم. آره قربونت برم. بودو کسی سرعت دارم بکشه. بودو بی بالا. بخند حالا نخند که این بخند. تازه من دارم صدای تو رو میشنم. خدا میدی چه شدکی زدم به رئیس ناگهت؟ پدر بردم. خب آقای به شما و خانم مریم تبریک میگیم. به من تبریک گفت. شما از طرف مقامات بالا مورد تشویق قرار میگیرید. خیلی ممنون جناب. ضمناً 100,000 تومان جایزه دستگیری رئیس باند سیاه به شما تعلق میگیره. خیلی ممنون. ما خوشبختی شما را آرزو میکنیم. متشکرم جناب سرهنگ. به منم دست بدین. تا هم به من دست بده. موفق باشید. قربونم دستت برم. خب بیا بیرونیم از این ولایت من رو تو.
مریم جون چرا اینجا ترمز کردی؟ میخوام یه منظره قشنگ رو بهت نشون بدم. اونجا رو نگاه کن. کجا؟ بیافتین جلو یلا. به به حالا خوب نگاه عجب منظره این مثل گله گورخر میمونم. به کی میره این همه راهو برین اونجایی که دیگه بر نگردین. تو زندون یاد ما باشین دوستای قدیم. آره دوستای قدیم خدا ذلیلتون کنه که میخواستین ما رو به راه بعدی بکشونیم. تو رو خدا نگاهشو کن نگاه کن. دیگه اون یارو کچله آویزون شده. اونجا رو ما نگاه چه فتیر شدن. یه خورده مایهی ترش میخوایم که ترش کنن. نگاه کن تو رو خدا نگاه کن. برو تو قیافه ها جون میدن واسه کنج زندون. ناراحت نباشید روزای ملاقاتی واسه‌تون میوه و شیرینی میاریم. آره سیگار آشنو میاریم. یالا برو تو معطل نکن زود باش به جنبینم. درو ببند. هر کسی یک غمی داره هر کی یه عالمی داره هر کسی یک غمی داره هر کی یه عالمی داره اونی که میبنده قد داره کلاشو اینجور میذاره اونی که مدام سر زیره واسه یه تو من کارش گیره از صبح تا شب تو زندگی هی میکنیم دوندگی. شو تو دیگه هی میکنیم دوندگی کلکه یه لقمه نونه شکم بلای جونه کلکه یه لقمه نونه شکم بلای جونه. Beautiful. قاسم دوست داری شنا کنی؟ آره. حالا نه صبح بیا اینجا این هر چقدر دلت خواست شنا کن. گلانم آب بده. Yes, yes. کمان پاشا خسته نباشی. من دستتم تو خوش کن. برای خانم ما بس بریم. عجب آبی بیا بگی بخور حواست هم جمع در باشه. تجربه این نخستین و آخرین سفری تلخ به عمق خواست و سطح سفر تملکی از دست رفته تقاربی آنچنان پیدا که بیگانگی مطلق زیر پوست شب آخرین فیلم از فریدون گله با شرکت بازیگر بزرگ معاصر مرتضی عقیلی. روش و ستیز مردمی که به آرامی میزیستند از خشمها و کینه‌های نوشکفته دهکده آرام
و از طوفان و طغیان تعصبات فیلمی گرم و پرحرارت بر پرده سینما می‌آید. اثری از منوچهر صادقپور، کلاه نمدی. حرف بزن! کی این کارو کرده؟ تهمت دزدی بهم زدین، نامزدمو گرفتین، زندگیمو به هم زدین. بگو حرف بزن و اینا خفت میکنم. پسر ساربون باید با دختر ساربون عروسی بکنه. پدر جون، حبیب ساربونه، میدونه شطور کجا بخونه؟ میدونم. عروسگی سلا بتون از او تو آسمون دست شد بزن و بخون. عروسگی سلا بتون از او تو آسمون دست شد بزن و بخون. دست بزن بشکن بزن. فیلمی از عشق و سرنوشت و صفا و سادگی، کلاه نمدی. من یه موی اون حبیب کلاه نمدی خودمو به 100 تا مثل تو آدمای کثیف و عرضه نمیدم. آبرو؟ تو دیگه برای من آبرو نذاشتی. بیا آبرو. کلاه نمدی. گناه دختری زیبا آتش خشم دهنشینان را برافروخت و همه جا تعقیبش کردند تا لکه ننگی را که بر دامان ده نشسته بود با خون بشویند. ولی جوانی که زندگی و عشق و امیدش با این اتهام از کف رفته بود به خاطر انتقام جدالی سخت و مرگزا آغاز کرد. هرزه؟ کی هرزگی منو دیده؟ ها؟ چرا جواب نمیدی؟ میگم کی هرزگی منو دیده؟ من باباشم تویی. درامی مؤثر و تکان دهنده، داستانی پر التهاب و مهیج و فیلمی که خاطرش جاودانه خواهد شد. کلاه نمدی با هنرمندی خارق‌العاده فریده نصیری، با شرکت منوچهر صادقپور، علی آزاد، مهدوی، کاشانی، جنتی، بندانی، عباس منتجم. فیلمی نشاط‌آور و ارائه کننده زیباترین آوازهای اصیل ایرانی. بیا که روز شادیه کف بزن و خنده بکن، به روشنی دلت را چون خورشید تابنده بکن. وقت سرونه عمو دلاج اومده، عمو دلاج با دلی. نمایشی از آداب و رسوم مردم دهنشین در خلال داستانی پرحادثه و پرهیجان، کلاه نمدی. حماسه باشکوهی از عشق و فداکاری، داستانی از پیوستگی عجیب دختری زیبا با کودکی معصوم که به خاطر حفظ جان آن کودک عشقش در معرض نیستی، پدرش در برابر مرگ و زندگیش مقابل اتهام و گناه قرار میگیرد و لباس عروسیش را زنی دیگر میپوشد. سلام بابا حیدر. سرتو شکستن بابا. سرم عیبی نداره، دلمو شکستم. پسرم بهشون بگو که دزدی نکردی. حبیب چرا حقیقتو نمیگی؟ بگو. یار دلم میخواد کنار تو بشینم. بیا بنشین، بیا ای نازنینم. خدا دونه که ما دیوانه میشم اگه یک روز من و بالات نبینم. تو رو من میپرستم، تا میده وصالت زنده هستم. بیا ای کف که مستم، میونه خوشگل و دل به تو بستم. منوچهر صادقپور با بازی و کارگردانی این فیلم خود را در شمار بهترین فیلمسازان ایران درآورده است. فیلمی پر جنب و جوش، آکنده از شور زندگی، روایتی از عشق، کینه، حسادت و انتقام. کلاه نمدی. کلاه نمدی. کلاه نمدی به زودی در این سینما. سرنوشت، سکه شانس. برای یک قمارباز بردن یعنی کامیابی، کامیابی در برآوردن آرزوها، رسیدن به ثروت، عشق. و باختن مساوی است با رها شدن در تباهی، تنهایی و فقر. اگه صدا میشنوی جوابمو بده، من تنها جوابمو بده. برای قمارباز آینده یعنی قمار دیگر،
اگر تاس‌ها در خانه شانس بنشیند، اگر این ورق‌ها برگ‌های خوشبختی باشد و این سکه پیام آور اقبال و شانس، خنده است که بر صورت قمارباز می‌نشیند. و اگر این اقبال و شانس به صورت طرف دیگر لبخند زند، قمارباز جز غم و اندوه نصیبی نخواهد یافت و چه بسا که در اندوه او گروهی دیگر نیز سهمی داشته باشند. زندگی مثل قمار، همه سرش باخت. سکه شانس، روایت ماجراهای گونگون دو برادر در نبرد زندگی. دو برادر، هر دو متحد، هر دو مبارز، هر دو قمارباز. به خداوند و نیروی سحرآمیز عشق به یکی از آنان امید زندگی بخشید. تو کی میخوای دست از قمار بکشی؟ من دیگه وقت و حوصله ندارم نبردمون رو پله پله برم بالا. من میخوام یهو جسم بزنم و بپرم بالای بوم. پس میافتی و کبرت میشکنه. خیلی خوب آقا دارش مثل بشکنه. این است فردین، هنرمند محبوب برای همیشه، در اوج درخشش بازیگری خود در نقشی جدید در شخصیتی متفاوت با کلامی دیگرگون. من کتاب ندیدم، فیلم ندیدم، معلم ندیدم. من فقط تاس دیدم، ورق دیدم، آب دیدم و قمارباز دیدم. درسته، اگه جسم منو میخوای به آرزوت میرسی. جسمت؟ نه من تمام اون چی که هستی میخوام. هم جسمت هم روحت. سکه شانس پیروزی دیگری است برای سینمای ایران و به خاطر شگفتی لحظات حساس حوادث آن، به خاطر دانوین و اعدادان بزرگ به اوج میرسد. مرد افسانه‌ای سینمای ایران. تو چی رو تو چشای من دیدی پیرمرد؟ من برد تو چشمای تو دیدم. تو یه احمقی. مرجان، لیلی، ایران دفتری، فروهر، رضوان، کهنمویی و بهمنیار. سکه شانس با پرداخت بی همانند و تحسین آمیزش شاهکاری است از سینما و نه به زیرکی حسن برجیکی. الو، این دختر زیبا دل به جوان خلوچل دیگری بسته است. پس کی؟ مظفر منم. این بود مادرم و این محسن است یار غم پرورم. پرویز صیاد در یک نقش کمدی جدید. مظفر، آقایی که شما باشین. پسر من قربونش برم خیلی خوشندام، طبع شاعرانه داره، با قافیه و بی قافیه همینجوری پشت سر هم ریسه میکنه. هر جور اختراعاتی که بخواین ازش برمیاد. به حال و منال دنیا اصلا اهمیت نمیده. نمیخوام مال فراوون نمیخوام. خب این آقا مظفر خان شما شغلش چیه؟ درآمدش چقدره؟ آقا دارن میگن مخترنگ. وای مظفر چی کار داری میکنی؟ رادیومو قورت داده نامرد، تازه اختراع کرده بودم. خوشت میاد؟ اینو من خودم کشف کردم. حالا واسه من چه نقشه‌ای داری؟ با هنرمندی مری آفیک، با زیبایی یک 9 ستاره و هنر یک ستاره کامل. اگه روزی که چشمای سیاه مثل بال کفتر را بسته بشه، دل جون دل مهربون تو از تپیدن آشتیگه خسته بشه، واسه من دنیا به آخر میرسه. چی کردم زندگی دیگه دخترها از جوانای بزدل و دست با چلفتی بعدشون میاد. پررو باش. من پرروام، من جسارت دارم، اجازه نمیدم عشق منو جلو چشم من ببرین در مگه اینکه بیان اینجا از روی تنه لش من رد شین. مظفر، فیلمی به معنای واقعی کلمه نو از کارگردان جوان مسعود زندی، با بازی شیرین و جذابی از نوذر آزادی. آقا اگه به ما فرصت بدیم ما پولدار میشیم، شما فقط یک کمی دندون روش کرده. من نمیدونم شما تا حالا چند تا فیلم کمدی ایرانی دیدین و چیا دیدین، اما این جورشو قطعا ندیدین. مظفر، آی اهالی محترم محلم برو فکر بدانید و آگاه باشید که من عاشق دختر این مرد نابکار هستم. مظفر، نقش تازه‌ای برای چهره محبوب تئاتر و سینمای ایران، پرویز صیاد، با همکاری هنرمندانه پروین دولتشاهی، محمد گودرزی، مهری بدادیان، علی زاهدی در نقش سید جورج و جهانگیر فروهر.
آق متأخرتون بگیم با باند مخفی آدم دزد حرف بزن. به درک مگه آدم قحطی بود که اونو دزدیدیم. از طرف منم 100 ضربه شلاق بهش بزنیم. اون ارباب نمک نشناس. مظفر فیلمی به معنای واقعی کلمه شاد. اگه تو عرق بندازیم حتی آواز رنگی هم پخش می‌کنه. سلام. الو. آقای مظفر خان بفرمایید سر سفره عقل. بفرمایید آقا منتظرم. بیا برو سر سفره عقل. سر آقا منتظره. من آمادگیش ندارم آخه. آمادگی نمیخواد. با من صحبت نشده در این مورد. بیا برو. نمیتونم آخه. ول کن زن چی از جا میخوای؟ مگه خودت برادر و پدر نداری؟ مگه ناموس نداری تو آخه؟ تجاوز به ما شده. تجاوز به ما شده. مظفر شگردی تازه در سینمای کمدی ایران تقدیم میکند. راست برو. من نمیدونی کجا میخوای بری؟ بیا اینم. راست. چپ. راست. بفرما. منم جونم ندار اومدم با یه کار کوچولویی دارم کوبی جون. ترسیدم خیال کردم جنه. بی وقتشم منو بیدار کردی پاشم یه کاری براتون بکنم. آره میدم ولم کن نره. پیروزترین اثر سینمایی سال قهرمان قهرمانان با جمعیتی انبوه که وجودش تاکنون در سینمای ایران بی سابقه بوده است. جوانی نیرومند و تنها در میان طوفانی از حوادث می‌کوشد دختری را از محیط خفقان‌آور و پردردسر اشرافی نجات بخشد. آی سرم! و او که از دغل‌بازی‌ها و پرونده‌سازی‌های زندگی باشکوه و مجلل به سطوح آمده است، ناچار به محیطی دیگر پناه می‌برد. الان که تو اینجا دلم از عشق تو پرخونه اینجا. شیطان صفتان نقشه های شوم خود را رهبری می‌کردند که قهرمان قهرمانان نقشه های آنان را یکی پس از دیگری نقش برآب ساخت و با یکایک آنان به مقابله و زورآزمایی برخاست. چه خبر مگه اینجا گود زورخونه است آخه؟ جدا هم صحنه به گود زورخونه مبدل شده بود. دو حریف زورمند برای تصاحب خوشبختی جدال می‌کردند. یکی برای ثروت، یکی برای عشق. قهرمان قهرمانان با شرکت فردین، آذر شیوا، ظهوری، شباویز، پروین، پیشوایان و هنرمند توانای سینمای ایران آرمان. دوست دارم. تو نمیدونی شایدم هیچ وقت نفهمی از کجا و چه وقتی محبت ریشه دونده. پدرم خیلی پول داره، تو رو همه کاره میکنه، خوشبخت میکنه. این پنبرم از گوشت بیرون بیار که با من ازدواج کنی یا اختیار ثروت پدرم رو به دست بگیری. من ممکن نیست بذارم یه جوون عیاش و قمارباز سرنوشت خانواده منو به دست بگیری. و بدینسان فقر با تمام سادگی خود درهای خوشبختی را به روی آنان گشود. قهرمان قهرمانان برای رهایی دختری معصوم از چنگ مشتی بیرحم فداکاری و از خودگذشتگی را به اوج رسانید و این قهرمان نامی ساده داشت. من حسن فرفر هستم، مثل غرغره هستم، مال پایین شهرم، با هفتیر کشا قهرم. این است هدیه شگفت‌انگیز و پرشکوه سال با داستان شیرین، پرماجرا و نشاط‌انگیز. قهرمان قهرمانان، فیلمی چنان پرهیجان که شما را به دنیای دلهره و هراس می‌کشد و چنان پرشور و شادی‌آور که شما را غرق در لذت می‌کند. قهرمان قهرمانان، تهیه کننده و کارگردان سیامک یاسمی، محصول پوریا فیلم.
نه ترس پدر، تا احمد بیکله پشت فرمونه خیالت راحت باشه. داستان سرای نو داستانی نو را آمیخته با عشق و کمدی از دنیای پرماجرای ما آغاز می کند. در دنیای آرام یک پسر و دختر جوان هیچ چیز نبود تا آنان را از آفرینش جهانی دور از آلودگی و پلیدی ها باز بدارد و هیچ چیز نبود که بخواهد آنان را در آفرینش عشقی پرشکوه مانع شود. عشق در فیلمی موسوم به عشق آفرین. چون تو بی حیا جان عاشق بلا واله و شیدان میخواد زیر آسمون جون بین این و اون تو یکی رو تنها نمیخواد. عشق آفرین، یک فیلم کمدی موزیکال در قالبی تازه با داستانی پر از حوادث و ماجراهای جالب و دیدنی. خوشبختم مادمازل؟ نو یعنی نه ایشون مادام مال بنده هست، بنده شوهر مال مادام. معذرت میخوام مادام. ماجرا از پیدایش عشقی که در سایه پاکی و صفا آفریده شده است آغاز می‌یابد و از پس پرده آرامش و سکوت شعله‌های خشم و غرور خودنمایی می‌کند. عشق آفرین در پس پرده رقص و شادمانی خشونت میان پسر و دختری جوان آغاز می‌یابد تا معلوم شود کدام یک از آنان به عشق آفریده شدهشان نیرنگ زده است. خانم چرا از کوره در رفتیم؟ آقا داره به من خیانت میکنه. غلط میکنه. چرا خیانت میکنی؟ عسقری تو که میدونی من شعله از جون خودم بیشتر آره دوست میدونم. دارم. پس به شعله بگو. چرا قهر کردی؟ میخوای از اینجا بری؟ بله من میرم. بله میره. عسقر جون جلوشو بگی برو. یعنی تو ریسیفیدی من قبول میکنی؟ نه. تو که میدانی گل عشقی چه رعنایی چه زیبایی بیا گل مهرت بگویم ببوسم من که دلخواهی فدای تو سازم دل و جانم وجودم را خدا داند که بهتر از جانم در این دنیا چه میخواهی عشق آفرین با هنرنمایی ستاره جذاب سینمای ایران کتایون در شخصیتی جدید همراه با عارف خواننده خوش صدا که در این فیلم 5 آهنگ نو و عالی به شما عرضه می کند با شرکت سارا، ثریا بهشتی، لیدوش، ماروتیان، اشرف کاشانی، منوچهر صحابی، محمد فرزین، محشید افشار، پروانه و بالاخره بهمنیار کمدین مشهور که در این فیلم خاطره حرکات جالب و خنده آورش را هرگز فراموش نخواهید نمود. عشق آفرین فیلمی همراه با چند ترانه دلپذیر از عارف. الهی قربون چشات بشم من فدای اون بر و بالات بشم من مامان سر تو بالا کن عزیز اخماتو با کن به قربون چشاتم به مخلصت نگاه کن. عشق آفرین فیلمی شادی آور، یک موزیکال نو به کارگردانی احمد نجیب زاده. رنگ و با رنگ همه در جستجوی سارق زبردستی هستند که با نقشه‌های ماهرانه به سرقت جواهر دست می‌زند. سرقت‌های پی در پی این مرد خارق‌العاده چنان نگرانی و وحشت ایجاد کرده است که تمام مأمورین انتظامی برای کشف رد پا و دستگیری او فعالیتی بی سابقه آغاز کردند. صاحب این عکس میشناسی؟ نه خیلی جناب. نه نمیشناسم. متاسفم قربان. او حتی تا 2 قدمی مأمورین هم میآید ولی با زبردستی فرار میکند. ستوان یکم فراهانی افسر کشیک بفرمایید. معذرت میخوام جناب سروان. همین اسلحه سارقی رو در منزل شماره 103 واقع در خیابون 27 خرداد در حین ارتکاب سرقت مضروب کردن. فوراً خودتون رو برسونید. اینک سینمای ایران گام تازه‌ای به سوی پیشرفت و پیروزی برمی‌دارد. حسین مدنی نویسنده و کارگردان ورزیده برجسته‌ترین اثر سینمایی خود را تقدیم می‌کند. دزد شهر. حالا دیگه زندگی من عوض شده. تو نمیتونی عوض بشی. تا این جواهرات جلوی چشمت برق میزنه نهان آدم سالمی بشی.
اینقدر مثل شیطون منو وسوسه نکن. دزد شهر، داستانی که از کینه و خشم و خشونت و هیجان انباشته است. سرگذشت پرحادثه ماجراجویی که شغل هراس‌انگیز و اضطراب‌آورش هر دم او را به سوی مرگ میبرد. به این قبله من جواهرات رو نبردم. یه آدم نتراشیده و نخارشیده یهو پشت سرم از سبز شد و جواهرات رو از دم گرفت. آروم باش. این آدم کی بود؟ خطرناکترین سارقین و جنایتکاران به جای او اسیر چنگ قانون میشوند و او همچنان به سرقت‌های خیش ادامه میدهد و هر لحظه در لباسی جدید با دزدی‌های جدید خیش بر شگفتی‌ها می‌افزاید. بفرمایید آقا. خواهش میکنم. عرض کردم که من شوفر تاکسی نیست. خیلی متشکرم. و برای نجات جان از چنگ متعاقبین چه چیز بهتر از فرار است. اینطور تاکسی رو کجا؟ باید ببینم. تاکسی رو بردن. میگیرینک. اینطور و اینطور. باید سریع بهش بگم که دوست دارم و میخوام باید ازدواج کنم. نکن بیست، تو نباید با پدرم روبرو بشی. قبل از اینکه اینجا ببینتت باید از اینجا بری، فهمیدی؟ آخه صلاح نیست تو رو ببینه. بیرونم میکنی؟ با اینکه برخلاف میل قلبی به ناچارم. دزد شهر، یک فیلم شادی آور. دزد شهر، یک فیلم پرهیجان. دزد شهر با شرکت حسین مدنی، توری بنایی، جلیله، فاضلی، قدکچیان، پرخیره، سونیا، سباهی و بیک مندری. دزد شهر با داستان شورانگیز و التهاب آورش به زودی در این سینما.